خبر هولناک قتل استاد داریوش مهرجویی و وحید محمدی‌فر، همسر نویسنده ایشون، همه ما رو در بهت و اندوه عمیق فرو برد. در پی درگذشت غم‌انگیز استاد داریوش مهرجویی و همسرشون وحید محمدی‌فر، در این ویدیو قراره به ماجراها و اتفاقات هولناکی که بر سر استاد مهرجویی و همسرشون افتاده و عکس‌های مراسم خاکسپاری این استاد هنرمند و حضور هنرمندان در مراسم تشییع و صحبت‌های غمگین مونا رو بشنویم. بذارید از اول ماجرا براتون بگم. یکی از نزدیکان مرحوم مهرجویی گفته بود قبل از اینکه خانواده مهرجویی به فرانسه سفر کنن، یکی از بستگانشون از اونها خواسته بود که به دلیل مشکلات خانوادگی مدتی رو توی ویلای شخصی مهرجویی در شهرک زیبادشت ساکن بشن و اونها هم اجازه دادن. تقریباً اوایل تابستون امسال بعد از اینکه خانواده مهرجویی از فرانسه به ایران برگشتن، داریوش مهرجویی به یکی از آشنایانشون میگه 2 سنتور داشتم که برای ساخت فیلم علی سنتوری تهیه کرده بودم، اما الان توی خونه من نیستن. و حتی اشاره‌ای هم به جابجایی کتاب‌های نفیس خودش میکنه، اینکه ترتیب‌هایی که کتاب‌ها داشتن به هم ریخته و در این بین برخی کتاب‌های نفیسشون هم گم شده. علاوه بر اینها خانم وحید محمدی‌فر هم در پیج شخصی خودش یک پستی منتشر کرده بود و در اون نوشته بود من دیدم پشت شیشه پنجره یک نفر چسبیده به در. ازش پرسیدم کی هستی؟ اما چیزی نگفت. باز هم پرسیدم، اما ناگهان چاقوش رو از پشت پنجره به من نشون داد. من به اون گفتم به پلیس زنگ میزنم و او گفت بزن، ولی من حسابتون رو میرسم. با توجه به همه این اتفاقات، رئیس کل دادگستری البرز گفته بررسی‌های انجام شده نشون میده در مورد ورود غیرقانونی به ویلای مقتولان و سرقت لوازم اونها شکایتی مطرح نشده بوده. با توجه به نوع جنایت و خشونت، احتمال داده شده کینه شخصی در کار بوده و یا ممکنه سرقت جزئی طلا و موبایل‌ها با هدف ردگم‌کنی انجام شده باشه. و کاراگاهان با این اطلاعات به سرنخ‌های جدیدی رسیدن و 4 مظنون رو سریعاً بازداشت کردن. بیان شده ابتدا با چوب به سر آقای مهرجویی ضربه زده شده که کشنده نبوده و بعد از اون با چاقو 2 ضربه به گردن او زده شده و مرحوم محمدی‌فر هم در اتاقش با چاقو به قتل رسیده. اطلاعات گفته شده و جزئیاتی که به دست اومده نشون میده مونا دختر آقای مهرجویی در گالری نقاشی بوده و در خونه حضور نداشته و به صورت پیامکی با پدرش در ارتباط بوده و این پیامک ها تا ساعت 10 شب ادامه داشته. بر این اساس قتل بعد از ساعت 10 شب اتفاق افتاده. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، علت فوت استاد مهرجویی و همسرش خونریزی شدید به دلیل جراحت‌های وارد شده توسط چاقو یا یک جسم نوک‌تیز به بدن اعلام شده و علاوه بر اینها چند اثر انگشت هم در خونه پیدا شده که به احتمال زیاد متعلق به قاتل باشه. و اگه برای شما هم سوال شده که سگی که در ویلای آقای مهرجویی بوده در زمان قتل کجا بوده، جالبه بدونید خبرگزاری رکنا بیان کرده سگ به همراه مونا مهرجویی بیرون از خونه بوده و در حال حاضر هم با مونا در خونه یکی از دوستانشون همراه موناه. خاکسپاری پیکر مرحوم داریوش مهرجویی و همسرشون وحید محمدی‌فر روز چهارشنبه 26 مهر ماه برگزار شد و در ادامه عکس‌هایی از این مراسم و حضور بازیگران عزادار و بهت زده رو می‌بینیم و دلنوشته‌ها و سخنرانی‌های غم‌انگیزی که اجرا شد رو با هم می‌شنویم. در این مراسم وداع با پیکر مرحوم مهرجویی بازیگران و هنرمندان شناخته شده و معروف مثل مهران مدیری، رامبد جوان، بهرام رادان، محمد رضا گلزار و امین حیایی، شبنم مقدمی و ژاله صامتی، غزل شاکری و نیوشا ضیغمی، علی مصطفی و مانی حقیقی، پارسا پیروزفر و حامد بهداد، گوهر خیراندیش و مرضیه برومند، مهدی سلطانی و پژمان بازقی، هادی حجازیفر و شهاب حسینی، داریوش فرهنگ و مهرداد صدیقیان از جمله بازیگران حاضر در مراسم تشییع استاد مهرجویی بودند و همچنین اجرای این مراسم نیز توسط بهرام رادان انجام شد. و حالا صحبت‌های غم‌انگیز مونا مهرجویی رو با هم میشنویم. بعدی که میذارم کنار مطمئنم از اینکه کنارم به قول بابام قاتلی بابام میونه ماست. و در ادامه سخنرانی‌ها باید به عنوان خلاصه صحبت‌های بهمن فرمانآرا بگم. او گفت داریوش جان،
قرار نبود این ملاقات اینجا انجام شود. ما کجا زندگی می‌کنیم؟ یکی از بزرگترین هنرمندان این مملکت باید سلاخی شود؟ همچنین مسعود کیمیایی هم گفت نمیتوانم سخن بگویم. غیر ممکن است از رفتن داریوش مهرجویی بگویم. داریوش مهرجویی در تاریخ 17 آذر 1318 در شهر تهران به دنیا آمد. او در دوران نوجوانی علاقه‌مند به هنر نقاشی شد و همچنین عشق به موسیقی رو در خودش کشف کرد و به کمک پدرش سنتور رو یاد گرفت. در 17 سالگی به سمت سینما گرایش پیدا کرد و برای اینکه فیلم‌های خارجی رو بهتر متوجه بشه، زبان انگلیسی رو هم یاد گرفت و بعد در سن 20 سالگی برای ادامه تحصیل به کالیفرنیا رفت و بعد هم در نهایت سال 1344 با لیسانس فلسفه از دانشگاه UCLA لس آنجلس به تهران برگشت. استاد مهرجویی در دهه 70 با خانم وحیده محمدی‌فر ازدواج کرد. وحیده محمدی‌فر طراح لباس، فیلمنامه‌نویس و دستیار کارگردان بود که در 19 بهمن 1347 متولد شد. مراسم تشییع پیکر مرحوم داریوش مهرجویی و همسرشون وحیده محمدی‌فر در تالار وحدت برگزار شد. آثار زیبا و پرمفهوم این استاد و یاد و خاطره ایشون تا ابد در ذهنمون باقی خواهند ماند. روحشون شاد و یادشون گرامی.